سلام، نسرین زحمتکشم، روان درمانگر تحلیلی و میخوام در ادامه فیلم مربوط به اسطوره‌ها و ارتباطش با روان راجع به یکی از اسطوره‌های خیلی مهم در روانکاوی به نام اسطوره اودیپ و تأثیر اون تا حدودی در روانکاوی صحبت کنم. قبل از اون دلم میخواد یه تعریفی از خود اسطوره داشته باشم. اسطوره ژانر هنری ادبی هست و در واقع با انسان شروع میشه، با انسان هم تاریخش به پایان میرسه. اسطوره بیان نمادین خیلی از عواطف و احساسات ما هست، به احساسات ناخودآگاه ما هست و یک کنشی از ناتوانی انسان در برابر ترس از طبیعت. به عبارت دیگه، یعنی تعریف متعدد داریم. اسطوره میتونه یک رشته‌ای باشه که گذشته، حال و آینده رو به همدیگه پیوند میده و در واقع اسطوره چون خطی نیست و ادواری هست، در واقع میتونه تبدیل به آیین هم بشه و این آیین‌ها به حیات خودشون ادامه میدن. اسطوره‌های مختلف جاهای مختلفی رو داریم، یعنی اسطوره‌های ایران باستان، اسطوره‌های هند، اسطوره‌های مصر و اسطوره‌های یونان یا همون میت‌های هلنی. اما اینکه چرا اسطوره‌ها یا میت‌های هلنی مهم شدن، اسطوره‌های یونانی یا میت‌های هلنی، به خاطر این هست که بزرگان روانکاوی مثل جناب فروید یک در واقع مفتون و مسحور این میتولوژی هلنی بودن و خب روانکاوی روی ادبیات، روی هنر، روی جامعه شناسی، بریم سمت روانشناسی، مطمئناً ناچار هستیم از اینکه با گفتمان میتولوژی هلنی یا یونانی در رابطه باشیم. داستان اودیپ رو آدمی به نام سوفوکل که نویسنده یونانی هست، 500 سال قبل از میلاد میزیسته و نویسنده توانا و ثروتمند و خیلی باهوشی بوده. 50 سال در صدر نویسندگان یونان قرار داشته، داستان‌های زیادی نوشته و یکی از اون معروفاش نمایشنامه اودیپ شهریار هست. فروید در سال 1897 در وین به تماشای این نمایشنامه می‌نشینه و به شدت تحت تاثیر این نمایشنامه قرار میگیره که در ادامه خواهم گفت که چجوری این نمایشنامه فروید رو متأثر میکنه. اما فعلا به خود داستان اودیپ میپردازم. در شهر تبس پادشاهی زندگی میکرده به نام لاوتسه و همسرش بانو یوکاستا که اینا صاحب فرزند نمیشدن و بالاخره بعد از اقدامات خیلی فراوان، حالا هرچی، صاحب فرزند پسری میشن و از طرف کاهنین معبد، از طرف خدایان براشون یک پیشگویی در نظر گرفته میشه و بهشون نامه میفرستن که میگن که شما فرزندی که به دنیا آوردین در طالعش نوشته شده که قرار هست در بزرگسالی پدر رو بکشه و با مادرش همبستر بشه و صاحب این تاج و تخت بشه. خب لاوتسه و بانو یوکاستا خیلی از این شنیدن این پیشگویی خیلی هولناک میشن و تصمیم میگیرن این بچه رو سربنیست کنن. 2 سوراخ میکنن توی پاهاش و یک طناب ازش رد میکنن و اون رو به یک چوپانی میسپارن و میگن که اینو ببر و در بیابان سربنیستش کن. خب پاهای این بچه هم ورم میکنه، به خاطر همین اودیپ بهش گفته میشه بعدنا، چون اودیپ یعنی پا ورم کرده. چوپان اون در واقع این کودک رو میبره و حالا در بیابان با شیر بز و پشم بز و اینها اینو یه مقدار بزرگ میکنه و میبره شهر دیگری که شهر نزدیک تبس بوده و اونجا پادشاهی زندگی میکرده که اون و همسرش هم بچه دار نمیشدن. اونها این داستان رو میشنون و این بچه رو از شبان میگیرن و خودشون بزرگ میکنن و در واقع اون به عنوان شاهزاده اودیپ اونجا اسمش هم میذارن اودیپ به خاطر همون پاهایی ورم کردش. در واقع اودیپ توی اون قصر با اون شاه و ملکه به عنوان یه شاهزاده بزرگ میشه و در بزرگسالی دوباره یک سروش
دیگری از معبدها در واقع از جانب خدای آپولون فکر میکنن پیامی میفرسته و یه پیشگویی راجع به تقدیر و سرنوشت اودیپ بهش میگه. پیشگوییش و تقدیرش هم این هست که میگه در طالع تو نوشته شده تو قرار هست پدرت رو بکشی و با مادرت ازدواج کنی و این طالع توه. خب اودیپ هم قطعا از شنیدن این طالع شومش خیلی وحشت زده میشه و برای اینکه جلوگیری کنه و باطل کنه این طالع رو از اون شهر خارج میشه و به سمت از اون شهر خارج میشه. در مسیری که داشته میرفته در واقع در نزدیکی همون شهر تبس که در واقع وطن خودش بوده، وطن اصلی خودش بوده، یه گروهی رو میبینه که برای شکار و تفریح اومده بودن و حالا احتمالاً میشه گفت مثلا یه جنگی بینشون در میگیره، چون اون زمان ظاهراً همه زود شمشیر به دست بودن دیگه، با هم صحبت نمی‌کردن. این شاهزاده بوده، اونم شاه بوده، در واقع شاه اون شهر، شاه تبس داشته با همراهانش تفریح می‌کرده و از سر غرور احتمالاً هر دو شمشیرشون رو در آوردن و با هم جنگیدن. خب اودیپ جوان بوده و میزنه و شاه رو میکشه. تا اینجا که نصف در واقع تقدیر اودیپ به وقوع پیوسته. این عبور میکنه و میره به شهر تبس میرسه و در ورودی شهر تبس میبینن که یک هیولایی از این موجودات خیالی، در واقع شبیه موجودات خیالی که مجسمش هم در مصر وجود داره الان به نام مجسمه ابوالهول، ولی اسمش بوده اسفینکس یا اسفینکس. یک معمایی مطرح کرده و باعث شده که یک مشکل خیلی زیادی رو برای مردم شهر تبس ایجاد کنه. معما چی بوده؟ معمایی بوده که خب من این معما رو مطرح میکنم، اگه کسی بتونه به این معما پاسخ درستی بده میتونه از اینجا عبور کنه، از شهر خارج بشه، وگرنه من اجازه نمیدم و یا میخورده یا نابود میکرده. و خب این هم باعث شده بود برای مردم شهر یک مشکل خیلی بزرگی ایجاد بشه و همه در سختی و رنج بودن. معما رو برای اودیپ مطرح میکنه. معماش هم این هست که اون چه موجودیه که وقتی به دنیا میاد 4 پا داره، بعد از مدتی 2 پا میشه و در اواخر عمر 3 پا داره. اودیپ فکر میکنه و میگه که خب انسان هست که اینجوریه و خب جوابش هم همین بوده و ابوالهول بهش میگه که تو معلومه که در واقع ذات بشر رو میدونی و از رمز زندگی همچین چیزی مطلع هستی و خب میره این ابوالهول از اون شهر میره و خب مردم خوشحال میشن که این هیولا از شهرشون سایش رو برداشته و برای این جوانی که هم هوشمند بوده، هم جنگاور بوده و هم از نظر جسمی و در واقع توان فیزیکی و هوشی کافی رو داشته، پیشنهاد میدن که بیاد شاهشون بشه. در واقع یه عده از مردم هیچ وقت نمیتونن بدون شاه بمونن و ازش میخوان که شاه ما که حالا رفته و نیست و مرده، تو بیا شاه ما شو و قصرم که در اختیارش قرار میدن، تو ابوالهول هم که شکست دادی پس تو آدم باهوشی هستی. و در واقع هم قصر هم ملکه که انگار غنیمت جنگی بوده همه در اختیار اودیپ قرار میگیره. ازدواج میکنه با ملکه و 15 سالی احتمالاً فکر میکنم 15 سال با هم زندگی میکنن، صاحب 4 تا فرزند میشن، 2 تا دختر 2 تا پسر. بعد از مدتی شهر در واقع دچار یک نفرین میشه، بیماری طاعون همه شهر رو فرا میگیره و براش هیچ درمانی هم وجود نداره. اودیپ چاره‌جویی میکنه و متوجه میشه که کاهنین، در واقع باز همون کاهنین معبد بهش میگن که این شهر نفرین شده، در این شهر خون بیگناهی ریخته شده و اتفاق وحشتناکی بعد از اون افتاده و اون آدم توی شهر وجود داره و انتقامش هم گرفته نشده. تا وقتی اون آدم در این شهر حضور داره، این شهر نفرین شده است و سایه شوم و نفرت از سر این شهر برداشته نمیشه.
اودیپ قول میده که اون فرد رو پیدا کنه و قاتل پادشاه رو پیدا کنه و بفهمه که چه اتفاقی افتاده. پیگیری های زیادی میکنه، کنجکاوی های زیادی میکنه و جستجو میکنه و بالاخره از طریق کاهنان قبلی متوجه میشه که طالع این بچه این خانواده چی بوده و خودش هم از طالع خودش خبر میده. اونجا یک کاهن دیگه میاد میگه ولی تو بچه اون خانواده و اون پادشاه قبلی نبودی، تو رو در بیابان شبانی پیدا کرده بود و به اونها داده بود. و ماجرای پاهاش رو هم که براش تعریف میکنه. بالاخره اینجا یوکاستا یهو میفهمه که این داستان خیلی تراژدی هست. در واقع تراژدی داستانهایی هست که دراماتیک تموم میشن، داستانهایی هست که قهرمان اون داستان علیرغم تمام فضیلت‌ها و توانایی‌هایی که داره نمیتونه بر سرنوشت غلبه کنه و شکست میخوره. اینجا یوکاستا از اودیپ میخواد که ادامه پیگیری این ماجرا رو بیخیال بشه، اما اودیپ بیخیال نمیشه و میخواد که تا ته این ماجرا حقیقت رو بدونه. در واقع میگه من به جستجوی حقیقتم. وقتی که حقیقت برملا میشه و هر دو متوجه میشن که چه فاجعه‌ای اتفاق افتاده، که تمام این سالها اودیپ پدر خودش رو کشته بوده و با مادرش داشته زندگی میکرده و این بچه ها رو از مادرش به دنیا آورده، یوکاستا فریاد زنان و زجه کنان وارد اتاقش میشه و شیون و زاری میکنه و خودش رو به دار میآویزه. اودیپ به دنبال یوکاستا میره داخل اتاق و با جسد یوکاستا مواجه میشه. اونو از روی دار میارتش پایین. روی سینه یوکاستا چند تا سنجاق سینه بوده، اونها رو در میاره و فرو میکنه توی چشمای خودش و در واقع چشمای خودش رو کور میکنه. اینجا دلم میخواد که از روی متن بخونم براتون. در نهایت اودیپوس در مواجهه با جنایت هولناکی که ناخواسته مرتکبش شده خودش را کور می کند و از زادگاهش دور می شود. آیا می توانم چشم به زیبایی بگشایم و در آرزوی منظری خوش باشم؟ بدرود، مرا هرچه زودتر از این سرزمین ببرید. من تباهم، ملعون خدایان و منفور مردمانم. در این تراژدی تقدیر تمامی آنچه اودیپوس از آن گریزان است را بر او فرود می آورد. می توان گفت در برابر قدرت اسرارآمیز تقدیر هر یک از ما بالقوه اودیپوس هستیم. همیشه در زندگی یکایک ما نیز نیرویی هست که آن سوی دسترس و توانایی ماست و سرچشمش در قوانین طبیعت ناآگاه آدمی است که بر انسان آگاه فرمان می‌راند. فروید با الهام از این تراژدی بروز روانی منظومه‌ای متعارض و سه‌گانه در رابطه فرزند و والدین با انگیزش غریزی را عقده اودیپ می‌نامد. از دید او تقدیر اودیپوس صرفاً به این دلیل ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد که ممکن است این اتفاق برای خود ما نیز رخ دهد. زیرا پیشگو حتی پیش از تولد ما همان نفرینی را بر ما بسته است که اودیپ را دچارش کرد. شاید تقدیر چنین باشد که نخستین تکانه‌های جنسی ما معطوف به مادر باشد و نخستین تکانه‌های ناشی از احساس نفرت و خشونت نیز معطوف به پدر. در واقع سرنوشت اودیپوس درست مانند رؤیا چیزی بیش از تحقق آرزوی دوران کودکی ما نیست. در کتاب تعبیر رویا اولین بار با نظریه اودیپ، یعنی کلمه اودیپ در روانکاوی مواجه میشیم. خود فروید و بقیه روانکاوا بعدها سعی میکنن به اودیپ به شکل‌های مختلفی نگاه کنن و اون رو بسط و گسترش بدن این نظریه رو. ولی ساده سازی شده این نظریه و تقلیل یافته ترین حالتش رو اگه بخوام بگم به این شکل هست که بین 2.5 تا 3 سال، از 2.5 تا 3 سال شروع میشه تا
7 سال در واقع مرحله‌ای هست، مرحله رشدی هست که در اون بچه‌ها، پسر بچه‌ها یک تمایلی به سمت مادرشون پیدا میکنن، یک کشش میل عاشقانه و حتی جنسی به سمت مادرشون پیدا میکنن و نسبت به پدرشون که موجودی هست که مادر بهش میل میورزه، عشق میورزه و براش مهم هست، احساس حسادت و احساس نفرت میکنن و باهاش دشمن میشن. اون تو از اونجایی که هم پدر رو دوست دارن و هم ازش میترسن و این ترس هم ناشی از، گفته میشه ترس از اختگی، یعنی شاید شما هم این جمله رو خیلی شنیده باشین که بابا میاد دودولتو میبره. این ترس از اخته شدن در بچه ها ایجاد میشه در پسر بچه ها و باعث میشه که اونها سر تسلیم فرود بیارن در مقابل بازداری هایی که پدر براشون ایجاد میکنه یا حتی خود مادر براشون ایجاد میکنه. بعضی از بازداری ها رو مادر میتونه برای بچه ایجاد بکنه. اینها همش نمادین هست. مادر که میگیم منظورمون مادر به لحاظ بیولوژیکی فقط نیست، اون شخصی که مراقب اصلی بچه هست میتونه اینجا نقش مادر رو داشته باشه و بچه میلی شدیدی به اون داشته باشه. و پدر هم که میگیم در روانکاوی منظورمون پدر بیولوژیک نیست، هر چیزی که در واقع بتونه فاصله بندازه بین مادر و بچه، قرار بگیره بین مادر و بچه احساس بکنه که مادر به اون بیشتر از بچه توجه داره یا حتی به اون غیر از بچه توجه داره. در واقع اودیپ برای فروید یک مرحله رشدی نیست، یک لحظه است، یک لحظه ای که ما با یک واقعیت دردناک مواجه میشیم، با یک روان زخم مواجه میشیم. من به عنوان بچه از خودشیفتگی میام بیرون، من از اون دنیایی که با مادر یکی شده بودم و فکر میکردم تمام دنیای مادر من هستم و تمام دنیای من هم مادر هست، میفهمم که یه چیزی غیر از من هم وجود داره. حالا اون یه چیز میتونه درس مادر باشه، میتونه کار مادر باشه، میتونه حضور یک بچه دیگه که به دنیا آمده باشه و میتونه پدر باشه یا هر چیز دیگری. در واقع این لحظه‌ای هستش که من میفهمم تنها من نیستم برای مادر که مهمم و تأثیر خیلی زیادی در روان کودک میذاره، چون او رو مشتاق میکنه به این که چه چیزی هست که حواس مادر رو داره پرت میکنه و در این لحظه برای او از من هم مهمتر هست. خیلی از آدم ها تمام زندگیشون در اشتیاق و به دنبال همین تیکه میل مادر هستن که او به چه چیزی بیشتر از اونها توجه نشون داده. آیا کار بوده؟ پول بوده؟ مرد دیگری بوده؟ این مرد دیگر چه خصوصیاتی داشته و در او چه ویژگی بوده که مادر به اون توجه کرده؟ و آیا افسردگی بوده؟ مرگ بوده؟ چه چیز مهمتری وجود داشته؟ و این میتونه سرنوشت یک بچه ای رو خیلی تأثیر بذاره و در زندگی همه ما هم همین مراحل میگذره. و حالا این مرحله رو پدر و مادر باهاش چجوری با بچه مواجه بشن، چجوری به اجازه بدن از این مرحله عبور کنه، چجوری باهاش همکاری کنن و چجوری نه براش بذارن، بازدارندگی براش بذارن، مادر فاصله‌اش رو چجوری باهاش تنظیم بکنه، اینا همش چیزهایی هست که باعث اختلال یا مشکل یا روان نژندی میشه. در واقع اودیپ میگه هسته روان نژندی همین مرحله است، همین لحظه است. روان نژندی هم یعنی مشکلات روانی که برای آدم‌های معمول پیش میاد. اما در اودیپ غیر از بحث اینسست یا محرم‌آمیزی که فروید بهش اشاره کرد، چیزهای مهم دیگری هم وجود داره که روانکاوان دیگر مثل آقای بیون، مثل اریک فروم و مثل خیلی دیگه بهش اشاره کردن. یکی بحث کنجکاوی و دانایی هست، اینکه انسان‌ها چقدر نیاز دارن به دانش، به دانستن، به اینکه در جستجوی حقیقت باشن مثل اودیپ. اما نشون میده که در نهایت
دانستن حقیقت مطلق برای هیچ کدوم از ما امکان پذیر نیست. و باز اودیپ نشون داد که هامارتیا یعنی خطای شناختی که توی یونان باستان بهش میگفتن هامارتیا یا همون خطای شناختی حتی خدایان و قهرمانان رو هم میتونه سرنگون کنه و باعث سقوطشون بشه، همونطور که باعث سقوط اودیپ شد. یه خطای شناختی که اطلاعاتش کافی نبود باعث شد که به پدر و مادر خودش هم جفا کنه. از اون طرف اودیپ اینو در نظر نگرفت که فروید اینو در نظر نگرفت که اودیپ به دنبال میلش به مادر نبود که اومد اونجا، بیشتر مسئله اساسیش جنگ با پدر بود، جانشینی پدر بود بر سر قدرت و به دست آوردن استقلال و حکم روایی، و مادر اینجا به عنوان یک محصول جانبی داشت دست به دست میشد، یه جورایی مایملک بود. و این بخش هم باید دیده بشه، همون پدرکشی در واقع که در میتولوژی یونانی وجود داره، اما برعکسش در میتولوژی ایران باستان ما پسرکشی داریم که رستم سهراب رو میکشه و هر جوری هست اجازه نمیده که پسر بیاد بر تخت پادشاهی او بشینه. این هم نکته خیلی مهمیه توی تفاوت میتولوژی هلنی و ایران باستان. و یک نکته دیگه در مورد اودیپ، اینکه اودیپ در جستجوی وطن بود و مسئله اساسیش این بود که منو از وطن اخراج کردن و من باز برمیگردم به وطنم، ولی یعنی یه جورایی دنبال اصل خودش داشت میگشت. اینجا منو یاد این بیتی از غزل مثنوی معنوی مولانا میندازه که از نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند، هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. مرسی.